شاید باور نکنید ولی توی کانادا هم پارتی بازی وجود داره. فقط شکل و ظاهرش با اون چیزی که ما توی ایران میشناسیم فرق داره. اگر که توی کانادا زندگی کردین و یا حتی برای یه سری از کارها توی کانادا اپلای کردین، حتما این به ذهنتون رسیده که چطور یه سری از کارهایی که از نظر شما لایقش نبودن رو گرفتن. توی کانادا هم آشنابازی یا پارتی بازی وجود داره، فقط به اسم نپوتیزم میشناسنش. صرفا به خاطر اینکه بگیم که کانادا، آمریکا یا هر کشور دیگه که کشور قانونمداری هستن و این اتفاقا نمیفته، قطعا این فکر درستی نیست و همه جای دنیا راه در روی خودش رو داره. حالا بیاید با هم بررسیش کنیم. گفتیم نپوتیزم، حالا ببینیم که اصلا یعنی چی. کلمه نپوتیزم از یه واژه لاتین به اسم نپوز میاد، یعنی خواهرزاده یا برادرزاده. این اصطلاح اولین بار توی قرون وسطا استفاده شد، وقتی بعضی از پاپ‌ها برای بستگان خودشون توی کلیسا مقام و قدرت میدادن. امروز دیگه به هر نوع ترجیح دادن فامیل، دوست یا آشنا در شغل یا هر نوع موقعیتی میگن نپوتیزم. به زبون ساده شما شایستگی داری ولی چون آشنا نداری عقب میمونی و یکی دیگه فقط به خاطر رابطه جلو میفته. حالا برسیم به کانادا. خیلی‌ها فکر می‌کنن به خاطر شفافیت مسائل اداری و قوانین ضد تبعیضی که وجود داره، پارتی بازی یا آشنابازی اتفاق نمیفته، که زهی خیال باطل. چون نپوتیزم یا آشنابازی توی کانادا هم هستش، فقط شکل اتفاق افتادنش فرق می‌کنه. بریم سراغ بخش دولتی. توی دولت و نهادهای عمومی استخدام باید رقابتی باشه. یعنی آگهی شغلی اول منتشر بشه، متقاضی‌ها رزومه بدن، مصاحبه‌هایی که انجام میشه امتیازبندی بشه و همه چی به صورت مستند ثبت بشه. اگه کسی بخواد صرفاً به خاطر نسبت خانوادگی کسی رو وارد کنه، نقض مستقیم قانون محسوب میشه. حتی یه گزارش ساده هم میتونه باعث باز شدن پرونده انضباطی بشه. این صحبتایی که کردیم به این دلیل نیستش که توی بخش دولتی اصلاً و ابداً آشنابازی و پارتی بازی اتفاق نمیفته. قطعاً به خاطر ارتقای شغلی و گرفتن یه سری از منصب‌ها، داشتن کانکشن ها و یه سری روابط خیلی کمک‌ها میکنه. من به شخص خودم یه سری از تجربه‌ها رو دیدم توی کانادا که خیلی شبیه به ایران بود. مثلا کارفرماها یا منیجرهای رد بالا قراردادهایی رو با شرکت‌های خصوصی می‌بندن که خودشون یا افراد نزدیکشون مالک اون شرکت‌های خصوصی هستن. یعنی از این جیب به اون جیب میکنن، از جیب دولت به جیب خودشون اضافه میکنن. پس این اتفاق هم توی کانادا هم میفته. اما همونطور که خودتون هم میتونید حد بزنید، قطعا توی بخش دولتی اتفاق افتادنش سخت‌تر از بخش خصوصی هستش. حالا نوبت به بخش خصوصیه. وقتی میایم توی شرکت‌های خصوصی، مخصوصا بیزینس‌های خانوادگی که اکثرا هم همینطوریه، فضا فرق میکنه. اینجا خیلی طبیعی هستش که بچه‌های صاحب بیزینس اولویت داشته باشن. مثلا رستوران‌های خانوادگی، فروشگاه یا حتی شرکت‌های متوسط. خیلی وقتا فرزندان یا آشناهای اون اشخاص بدون رقابت خاصی وارد کار میشن. البته قانون این موضوع رو ممنوع نکرده، چون شرکت خصوصی حق داره تصمیم بگیره که کی رو بخواد استخدام بکنه. همونطور که توضیح دادیم، مشخصه که توی بخش خصوصی اتفاق افتادنش خیلی راحت‌تره و طبیعی هم است. قوانین دولت هم با توجه به اون چیزایی که میدونیم باعث شده که مردم یه سری کشورها که نمیخوام اسمشون رو بیارم خیلی سود ببرن توی این موضوع. یه کاری که تو چند سال اخیر خیلی اتفاق افتاده رو میخوام به صورت مثال بهتون بگم. یا آگهی شغلی رو به صورت الکی پست میکنن توی هر پلتفرمی مثل ایندید یا غیره. بعد از اون طرف میان الکی اعلام میکنن که من نتونستم اون شخص مورد نظر خودم رو بگیرم. پس چی میشه؟ اون شخصی رو که خودشون میخوان و الکی اپلای کرده از یک کشور دیگه رو اسپانسرش میشن و در نهایت به دولت اعلام میکنن که من برای این منصب شغلی توی این شرکت خودم فقط این شخص رو میخوام. اتفاقی که خیلی باعث شده که خیلی از کانادایی‌ها و افراد ساکن کانادا هم ازش متضرر بشن و اعتراض کنن بهش، چون باعث شده که خیلی از موقعیت‌های شغلی رو از افرادی که دارن اینجا زندگی میکنن بگیره. البته همونطور که اشاره کردم این مشکل توی قانون کانادا هم وجود داره، چون قانون این کار رو منع نکرد، اما چیزی که مشخصه داره به خیلی از افرادی که اینجا دنبال کار میگردن ضرر میرسونه. محیط دانشگاهی و پژوهشی. جالبه که بدونید توی دانشگاه و پروژه‌های تحقیقاتی هم گاهی نپوتیزم دیده میشه. مثلا استاد راهنما ترجیح میده دانشجویان نزدیک یا حتی اعضای خانواده‌اش رو راحت‌تر وارد پروژه کنه. این موضوع چند بار تو رسانه‌های کانادا حتی مطرح هم شده. همونطور که حد زدیم با توجه به بخت ما ایرانی‌ها، این اتفاق توی موضوع گرفتن ویزای تحصیلی هم داره خیلی به بچه‌های کشور ما ضرر میرسونه. حالا چطور میشه؟ به خیلی از اساتید اعلام کردن و یا اینکه ترجیح شخصی خودشون بوده که سعی کنن از افرادی که توی کشور ایران هستن دانشجو نگیرن، به خاطر مسائلی که حالا هممون میدونیم و توی این چند وقت اخیر هم اتفاق افتاده. نمیگم که به صورت کلی دانشجو نمیگیرن، اما به صورت موثق اطلاع دارم که یه سری از اساتید
ترجیحشون اینه اگر که یک دانشجوی از یک کشور دیگه باشه ترجیح میدن اون رو قبول کنن و فاند اون رو بدن تا اینکه به یک دانشجوی ایرانی بخوان اون فرصت رو بدن. متأسفانه این اتفاق میفته و اینم خودش یک نوعی تبعیض هستش و از این مجموعه نپوتیزم محسوب میشه. سیاست و دولت فدرال. یکی از جنجالی ترین نمونه‌های نپوتیزم ماجرای وی چریتی بود، جایی که مشخص شد خانواده نخست وزیر جاستین ترودو روابط نزدیکی با اون خیریه دارن و بعضی قراردادها به خاطر همین ارتباطات شکل گرفته. البته رسانه‌ها سریع واکنش نشون دادن، موضوع به مجلس کشیده شد و حسابی برای دولت هزینه داشت. این نشون میده که نپوتیزم توی سطح بالا هم ممکنه رخ بده، ولی تفاوت بزرگ اینه که اینجا معمولا سریع رسانه‌ای و عمومی میشه و همچنین تبعات خاص خودش هم برای اون اشخاص داره. توی کانادا مردم به شدت روی شفافیت حساس هستن و با توجه به اتفاقاتی که اخیراً افتاده و اگر که ویدیوهای کانال ما رو دیده باشید میدونید که در مورد چرا مردم دارن کانادا رو ترک میکنن و اینکه چقدر بازار کار تو شرایط بدی قرار داره صحبت کرد. با توجه به فرض اینکه شما اون ویدیوها رو دیدین میدونید که چقدر شرایط توی کانادا توی مقطع حساس کنونی مثل شرایط کشور خودمون هستش. به خاطر همین مردم کانادا خیلی حساس شدن و رسانه‌ها هم از اونها حساس‌ترن و با کوچکترین اتفاقی سعی میکنن که اونها رو پوشش بدن و بزرگتر از اون چیزی که حتی هستش هم بکنن. با توجه به همین کوچکترین حرکت اشتباهی اون هم تو ارگان‌های دولتی میتونه اعتماد مردم رو بیشتر از همین چیزی که هستش هم خدشه‌دار بکنه. همونطور که منطق میگه نپوتیزم هستش ولی به صورت پنهانی توی کانادا انجام میشه و اگر کسی این ریسک رو میپذیره باید خطرات، هزینه سنگین و انتظار رسوایی رو بکشه که البته خیلی هم مواقع هم هستش که در میره، اما اون میدونه، ولی چیزی هستش که توی رسانه‌ها در موردش بحث میشه. حالا بیایم یه تفاوت‌هایی رو با ایران ببینیم. خب با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده ایران هم یه مقداری از اون روش سنتی اپلای کردن برای جاب گذشته. مثلا من خودم یادم هستش که کارهای اولیه رو مثلا عمویی، دایی، فلان کسی یکی از افراد خانواده زنگ می‌زدن، حتی اگه طرفم نمیخواست نیرویی بگیره و برای اون شرکتش نیازی به نیرو نداشت مجبور میشد توی رو در وایسی به شما بله رو بگه. اما الان یه مقداری شفافیت توی ایران هم بیشتر شده. همونطور که گفتم توی سری از سایت‌های مختلف بالاخره جاب پستینگ وجود داره، مردم رزومه‌شون رو میفرستن. حالا نمیخوایم قضاوت کنیم، نمیدونیم اون پشت اتفاقاتی میفته، اما واقعیتی که وجود داره و هیچ کدوم هم نمیتونیم در موردش کتمان بکنیم این هستش که آشنابازی و پارتی بازی تو ایران خیلی بیشتر از این حرفا هستش که توی کانادا وجود داره. پس خیلی راحت میشه توی ایران مثلا با یه زنگی یا نامه‌ای یا توصیه‌ای طرف کار رو بگیره یا حداقل به مصاحبه دعوت بشه. اینجا در حد یه ریکامندیشن یا حتی قبول شدن سی وی تو مرحله اول میتونه باشه. مراحل بعدی با توجه به نظارت‌هایی که میشه تو ارگان‌های دولتی، تو ارگان‌های خصوصی اگه کسی رو بخوام بگیرن قطعاً کسی نمیتونه جلوشو بگیره. همونطور که گفتم قانون به صورت دقیق هم منعش نکرده که بخوان پیگیری خاصی انجام بشه مگر اینکه اون شخص مدارک و مستندهای خیلی قوی داشته باشه. با توجه به اخبارها و داستانایی که توی ایران هم هستش فکر نمی‌کنم اخبار مربوط به یه رسوایی اخلاقی توی یکی از ادارات دولتی چندان برای مردم با توجه به این اتفاقات اخیر دارم میگم به اون صورت مهم باشه. پس اگر که یک فردی توی دولت یا اداره دولتی پارتی بازی کنه همه به چشم یه چیز عادی توی ایران نگاش میکنن تا اینکه بخواد رسوایی خاصی صورت بگیره. پس نپوتیزم توی کانادا هنوز گسترده و عادی سازی مثل شرایط ایران نشده. البته تیکه متاسفانه‌اش رو یادم رفت. حالا برای جمع‌بندی به صورت کلی توی کانادا پارتی بازی وجود داره؟ بله. خیلی ها هستن که با توجه به کانکشن هایی که دارن حالا میتونه اون شخص با توجه به اساتید یا دوستانی که داره کانکشن ایجاد کنه و وارد اون مرتبه شغلی بشه. اما به صورت کلی اگه توی رده های بالا باشه خیلی مخفیانه است، خیلی هم محافظه‌کارانه است و فکر نمی‌کنم حالا به گستردگی و عادی سازی که توی ایران اتفاق افتاده برسه. خیلی از افرادی هستن هم من هم شما میشناسیم توی ایران خیلی راحت تونستن یه سری کارها رو بگیرن و حتی همین الان اگر که بخوایم در موردش یه ذره سرچ بکنیم توی همین دولت توی دولت‌های قبلی هم وجود داشته که طرف فامیلی یکی دیگه بوده. پس هنوز همچین اتفاقی توی کانادا نیفتاده. البته یه نمونهشو برای شما مثال زدیم که اون یه دونه هم رسوایی سنگینی داشته. پس به صورت کلی پارتی بازی، آشنابازی، نپوتیزم هر چی که اسمش رو بخواید بذارید توی کانادا به یک قاعده یا قانون نانوشته تبدیل شده تا اینکه به یکی از مراحل گرفتن کار تبدیل بشه. به انتهای یه ویدیو دیگه‌مون رسیدیم. خیلی از شما ممنونم که اول اصلا روی این ویدیو کلیک کردین و تا اینجا ویدیو رو همراه من بودین. لطفاً اگر تا اینجا ویدیو رو لایک نکردین و کانال ما رو سابسکرایب نکردین حتما انجامش بدین چون باعث دلگرمی ما میشه. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و چاکس.